سلام و روز بخیر. ساعت در دوشنبه 10 روز است. در اینجا در شهر پراگ قرارگاه رادیو زودی 7 صبح طاهری سفر هستم و تا چند دقیقه دیگر شما را با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان که صبح امروز و شام دیروز به دست ما رسیدند آشنا میکنیم و البته با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنم از بدخشان. شادیخان جمشید حالا رئیس سابق ولایتی بدخشان بعد از چند ساعت از سبکدوش شدنش از این مقام به رادیو آزادی گفت که کارش را در وظیفه دیگر ادامه میدهد. او روز 2 اکتبر در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی گفت از فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان دستگیری میکند و در مقام دیگر که حالا معلوم نیست فعالیتش را ادامه خواهد داد. شادیخان جمشید را رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روز 1 اکتبر از مقامش آزاد کرد و خبرنگاری رادیو آزادی توانست در همین روز با او صحبت کند. در فرمان رئیس جمهور آمده است که سبب سبکدوش کردن به وظیفه دیگر گذاشتن شادیخان جمشید است. رئیس ولایت بدخشان را که 5 سال باز در این مقام بود امامعلی رحمان 2 هفته بعد از سفرش به بدخشان از مقامش آزاد کرد. رئیس جمهور ضمن سفر به خاروخ خود شادیخان جمشید و به خصوص مقامات انتظامی ولایت را سخت تنقید کرد که نمیتوانند مانع جنایتکاری در بدخشان شوند. حالا یادگار فیضوف یکی از کارمندان سابق برنامه‌های بنیادی آقاخان در تاجیکستان رئیس ولایت مختار بدخشان کوهی تعیین شده است. 2 هفته پیشتر در مجموع 12 مقام رسمی ولایت از جمله رئیسان ناحیه‌های بدخشان را عوض کردند. و پارلمان تاجیکستان روز 1 اکتبر طرح نوی قانون مبارزه با کروپسیا را به تصویب رساند و بر اساس قانون نو منصبداران و هر نفری که داوطلب کرسی در نهادهای دولتی است باید درباره دارایی و مالکیت خود و منبع‌های درآمدش بدون هیچ گونه پنهانکاری به مقامات گزارش بدهد. اعلامیه دارایی هنگام قبول به کار سندی مهمی می شود. جمعه دولت رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان روز 1 اکتبر در نشست مجلس نمایندگان طرح تغییر و علاوه ها به قانون درباره کروپسیا و رشوه‌خواری را معرفی کرد و گفت که منصبداران وظیفه دارند نه فقط به کمیته مالیات بلکه به رهبریت خود درباره مالکیتشان و ثروت خود گزارش بدهند. معلومات درباره ثروت منصبداران تاجیک به استثنای حالتهای علاهیده آشکار نمی شود و شخصان عادی مثلا نمیدونند که کدام منصبدار یا وزیر در کشور چقدر مال و ثروت دارد، حالا که در کشورهای غربی و بعضی از کشورهای شوروی سابق چنین معلومات باز است و هر کس میتواند آن را پیدا کند. و در شهر مسکو مهلت بازداشت جوان تاجیک متهم به اوباشی در هواپیما را 1 ماه دیگر دراز کردند. قرار دادگاه روز 29 سپتامبر صادر شد. در مرافعه دادگاهی در آن روز طبیبان گفتند که در 1 ماه گذشته نتوانستند سالم بودن و یا مشکل روانی داشتن دولت قدم را دقیق کنند. این جوان که حالا در بازداشتگاه در مسکو نگهداری می شود روز 29 آگوست دستگیر شد. شهروند تاجیکستان در هواپیمای شرکت اورالسک اویالینی که از مسکو به دوشنبه پرواز میکرد جنجال برداشت و 1 مهماندار را لطوکوب کرده است. ماجرا سبب بازگشت هواپیما به مسکو شد. پیوندان این جوان میگویند که او گرفتار بیماری روحی است. مثلا حکیم دولت قدموف امکی جوان روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که دولت قدم مثل آدمی سالم به نظر میرسد ولی ناگهان وضعش تغییر میکند و او حتی میگوید من خدایم. و مقامات روسیه بعد دولت قدموف با اتهام اوباشی در داخل هواپیما اتهام اعلان کردند و در صورت ثابت شدن این اتهام ممکن است که او را به 5 سال زندان محکوم کنند، ولی اگر این جوان بیمار باشد دادگاه او را به معالجه مجبوری میفرستد. و با خدمت آنهایی که میخواهند گرین کارت امریکا را به دست بیارند، سفارت امریکا در تاجیکستان از آنهایی که میخواهند برای گرفتن حق اقامت امریکا در آزمون گرین کارت شرکت کنند خواسته است که عکس‌های سالهای پیشین خود را پیشنهاد نکنند زیرا قبول نمی شود. آزمون برای گرفتن حق اقامت امریکا روز 3 اکتبر شروع می شود، یعنی پگاه و تا 6
نوامبر ادامه می‌یابد. سالهای اخیر تعداد داوطلبان حق اقامت آمریکا از تاجیکستان زیاد می‌شود. هر سال بیش از 500 نفر از تاجیکستان برنده این لاتاری می‌شوند و به آمریکا می‌کوچند. طبق اطلاع رسمی سفارت آمریکا در دوشنبه در آزمون برای سالهای 2015-2016 از تاجیکستان 528 نفر روادید سفر به آمریکا را به دست آوردند. در دوام 5 سال اخیر بنا به گزارش‌ها از تاجیکستان 2760 نفر برای اقامت دائمی به آمریکا کوچیدند. و در این لحظه برنامه سر می‌زنیم به کشورهای دیگر ببینیم که در آنجا چه می‌گذرد. در ایران وزارت بهداشت گفت که تعداد آنهایی که در نتیجه استعمال مشروبات خودساخت و آلوده هلاک شدند به 42 نفر رسید. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت روز 1 اکتبر گفت در 3 هفته گذشته 460 نفر از 5 ولایت ایران بعد استعمال لیکیور آلوده در شفاخانه‌ها بستری شدند. و گفته حریرچی 16 نفر آنها کور شدند. محمد صادق اکبری سردار پلیس ولایت هرمزگان گفت تاکنون 7 نفر با اتهام تولید و فروش مشروبات آلوده دستگیر شدند. در ایران از سال 1979 استعمال مشروبات ممنوع است و برای آن از جمله خوردن عرق یا جریمه میکنند و یا شلاق میزنند. با وجود این بسیاری از ایرانی ها از بازار سیاه مشروبات خارجی یا خودساخت میخرند و میخورند. در گذشته نیز 10 نفر بعد از استعمال شراب آلوده هلاک شدند. و در فرانسه ترانه‌سرا و آهنگسازی معروف شارل ازناور در سن 94 سالگی درگذشت. آوازخوان در محل زیستش در جنوب غربی فرانسه از عالم چشم پوشید. شارل ازناور در خانواده ارمنی‌های گرجستان در پاریس تولد شده است. پدر او از امپرای روسیه مهاجرت کرد و مادرش در زمان کشتار عمومی ارمنی‌ها از دست امپرای عثمانی جان به سلامت برد. در طول فعالیت هنری ازناور بیش از 1000 ترانه نوشته است که آنها را آوازخوان‌های معروف به مثل ادیت پیاف، فرانک سیناترا، بوب دیلان، لایزا مینلی و خولیو ایگلیسیاس و دیگران سرودند. سال 1998 آهنگساز در سابقه آنلاینی تحت عنوان هنرمند قرن که نشریه تایمز برگزار کرد پیروز شد. در این سابقه از الویس پرسلی و بوب دیلان هم پیش گذشت. ازناور بر روی خط مشهورترین ارمنی‌های دنیا شامل بود و سال 2008 سفیر ارمنستان در شویتزاریا و هم نماینده دائمی کشورش در سازمان ملل متحد انتخاب شد. و شنونده ارجمند بازم بیننده گرامی میرویم به خبرها در تاجیکستان که امروز زیادتر است و خبری که حال داریم در باره آن است که چگونه در تاجیکستان یک از پرونده های مهم نیز بررسی می شود و بعد از این پرونده جزئیات را به شما خواهیم گفت در جریان روز. حالا شروع میکنیم از یک خبری ورزشی، از خبری رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه و هم رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان که دسته منتخب نورسان فوتبال را برای راه یافتن به مسابقات جهانی در سال 2019 تبریک گفت. او در یک نامه تبریکی گفته است که میخواستم به هیئت بازیگران، ستاد مربیان و ماموران برای وضع زحمت با صفت کسبیشان اظهار صمیمانه قناعتمندی کنم و مبارکبادی نمایم. رستم امامعلی بعد از طی منتخب نورسان تاجیکستان در رقابت مرحله نیمه‌نهایی چمپیونات آسیا 2018 برار آرزو کرده است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان بر تیم کره شمالی و از روی سلسله پنالتی پیروز شد و به دور نیمه‌نهایی راه یافت. این بازی روز 30 سپتامبر در دور 4-1 نهایی مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا سال 2018 میان بازیگران زیر 16 ساله در مالزی برگزار شد. اینچنین فوتبال بازان نورسی تاجیک صاحب راهخط به مسابقه قهرمانی جهان شدن. مسابقات سال آینده در پیرو صورت میگیرد و در این فرصت برنامه به سوال یکی از بینندگان ارجمند درباره موسم دعوت حربی و رخصت دادن سربازانی که 2 سال خدمت کردند پاسخ میدهیم. بیننده عزیز دیروز پرسید که سربازان کی رخصت میشوند. جواب هم این است که بر اساس فرمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روز 28 اوگوست دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش از روز 1 اکتبر یعنی دیروز شروع شد تا 30 نوامبر دوام میکند. در این مدت آنها نیز صف نیروهای مسلح تاجیکستان جواب میشوند که 2 سال خدمتشان پوره شده است. و بیننده گرامی شما هم میتوانید سوال و
نظرهای خود را به ما بفرستید از طریق همین شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب یا از طریق وبسایت رادیو آزادی. کوشش میکنیم به سوالهای شما جواب پیدا کنیم و اگر خبری مهم هم داشتید لطفا بنویسید، چی از اینجا چی از وبسایت آزادی، چی از صفحه ادنکلاسنیکی رادیو آزادی یا صفحه فیسبوک. خوب رسیدیم به پایان نوید بامدادی امروز و تا 3 ساعت دیگر با سرخط خبرها بیننده گرامی به نزد شما برمیگردیم. به همینجا با کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ما را منتظر باشید و همین گونه دوستانتون را نیز دعوت کنید.